سلام عزیزانم، روزتون بخیر. امروز میخوایم با هم این شمعای وارمر خوشگل رو با برقای بیزوکس آماده کنیم. هر رنگی که دوست داشتید رو انتخاب کنید، 1 سانت ازش ببرید، به این صورت جدا کنید. فتیله رو اول ورق بیزوکس بچسبونید و خیلی آروم ورق و دور فتیله بچرخونید. اگه یه وقتی ورقتون دچار شکستگی شد، یه حرارت ملایم سشوار بهش بگیرید، ورقتون سریع نرم میشه و مثل تصویر خیلی راحت میتونید بپیچید. خب عزیزانم، دیدید که ورق اول رو راحت دور فتیله پیچیدیم، ولی خب کم اومد، قالبمون بزرگتره. ورق دومم ببینید خیلی آروم کنار ورق اول قرار دادیم. با حرارت دست کاملا تا حدی ورقای بیزوکس نرم میشن. اینجا هم چندین بار اندازه گرفتم تا شمعمون کاملا اندازه قالب باشه. به همین راحتی شما میتونید خودتون خالق شمع‌های زیباتون باشید. روزتون بخیر، به امید دیدار.